کارخانه رساندگی سپیتامین تکستایلز از بزرگترین کارخانه‌های رشته‌بافی شمال تاجیکستان که بنابر نداشتن اشیای خام 4 ماه از کار مانده بود از نو فعال شد. در این دوره بیشتری حدود 150 کارگر این کارخانه بیکار و در رخصتی بیمزد بودند. کارخانه‌های دیگری کارکردی نخی پخته در شمال تاجیکستان نیز به مشکل دسترسی به اشیای خام روبرویند. عبدالقادر بقایف سردار کارخانه سپیتامین تکستایلز در صحبت با رادیوی آزادی گفت که کارخانه دوباره فعال گردید ولی برای ادامه کارش به اشیای خام نیاز دارد. او افزود: ما حاضر 150 تن گفتیم، حاضر هیچ جا موندگی نپخته، همه جا اشکون گفتیم و صفت به هم ولایت میکند، نرخ به هم ولایت میکند، ابیام به هم همه طرف ولایت حاضر روز پخته تمام. مصاحبم افزود که 1 تن نخی پخته را آخر سال گذشته با نرخ 1300 ولی اکنون به $1600 خریدند. سپیتامین تکستایلز واقع در ناحیه همنام سال 2009 به کار آغاز کرده اقتدار سالانه کارکردی حدود 3,500 تن نخی پخته را دارد. در ولایت سوخت 7 کارخانه رساندگی هست و بزرگترین آنها عالم کریمزاد و سپیتامین تکستایلز می باشند. یک مسئول کارخانه عالم کریمزاد واقع در ناحیه مسجح نیز گفت این کارخانه ذخیره نخی پخته ندارد و فعالیت دائمیش تا تیر ماه زیر سؤال است. خوشبختی فیض کارشناس محلی میگوید مشکل اصلی کارخانه های کارکرد نخی پخته این است که امکان مالی خرید و ذخیره نخی پخته را ندارند. او افزود: یک مقدار پاتر خرن کارکرد کنن فروشن پولی باید باز یک مقدار دیگه خرن و حالا که تو اونایی که این کارکرد میشن پخته هستن اکسپورت شده میره. منم مثلا حاضر بود الکی اشیاء خام پراکتیکی نیست حتی دیهات کم. عبدالقادر بقایف سردار کارخانه سپیتامین تکستایلز راه حل این مشکل را در ذخیره نمودن نخی پخته برای کارکرد داخلی میبیند. ضمناً نخی پخته به کارخانه‌های داخلی تاجیکستان نیز با نرخ جهانی فروخته می شود. درباره آنکه جهت دستگیری کارخانه‌های کارکرد نخی پخته چی کارها به انجام رسانیده می شود، رهبر بخش صنعت و انرژتیک در حکومت سوخت آصف خان شریفزاده از ابراز نظر خودداری کرد. این در حالی است که عبدالرحمن قادری رئیس ولایت سوخت در یک صحبت قبلیش با خبرنگاران گفته بود که سال 2015 کارخانه‌های کارکرد نخی پخته در شمال تاجیکستان جهت دسترسی به اشیای خام دچار مشکل بودند ولی ماه ایول سال 2016 حکومت اندازه 10% فروش نخی پخته برای کارکرد داخلی را از بین برد و کارخانه‌های رساندگی منطقه جان گرفتند.